درود بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. در نخست سرخط مهمترین خبرهای امروز جمعه 29 می. نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان مسائل مرزبندی را بررسی کردند. کشورهای همسو طرح عملی همکاری‌های اقتصادی را امضا کردند. دو تاجر برای دزدی پول بنیادی رئیس جمهور 10 ساله زندان شدند. مرگ مرموز یک مهاجر ختلانی در ولایت مسکو. بانک ملی تاجیکستان دلایل کاهش نرخ دلار آمریکایی را روشن کرد. نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان در نخستین دیداری روبرویشان مشکل ترین مسئله در روابط دو کشور تعیین و علامتگذاری مرز را بحث و بررسی کردند. بنا به اطلاع روابط عمومی دولت قرقیزستان، قاهر رسولزاده و تیمیر ساریف امروز در حاشیه نشست نخست وزیران جمهوری‌های عضو اتحادیه کشورهای همسود و شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اروپا-آسیا در قزاقستان دیدار کردند. در این ملاقات بر ضرورت تقویت کار کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان و کمیسیون مرزبندی برای حل و فصل مسائل مرزی تاکید شد. طرفین همچنین خواستار گسترش و تحکیم همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی و آب و انرژی شدند. در فرجام ملاقات نخست وزیر قرقیز همتای تاجیکش را برای انجام یک سفر رسمی به بیشکک دعوت کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان در اکثر بحث‌های داغ منطقه از جمله در مسائل آب و برق دیدگاه مشترک دارند، ولی مسئله مرزبندی و مشکلات برخاسته از آن روابط دو کشور را خدشه‌دار می‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان مدیران دو شرکت را به جرم دزدی پول دریافت شده از بنیاد ذخیره ریاست جمهوری برای 10 ساله روانه زندان کرد. بنابر اطلاع روابط عمومی دادگاه عالی تاجیکستان، فردوس سادینایف و بهادر شریفوف مدیران شرکت‌های زلاله و نوشیروان پول را دزدیدند که از آن بنیاد برای خرید رایانه‌ها برای دبیرستان‌ها دریافت کردند. گفتنی است هزینه اجرای برنامه رایانیدن دبیرستان‌های تاجیکستان را عمدتاً بنیاد ذخیره رئیس جمهور پرداخت می‌کند. خلافکاری شرکت‌های زلاله و نوشیروان در پی سنجش نمایندگان وزارت معارف، دادستانی و آژانس مبارزه با فساد آشکار شده است. چند پیش در ولایت مسکو جسد مهاجر 40 ساله تاجیک محمد فیاض دولتوف یافت شد که نزدیکانش 45 روز باز در جستجویش بودند. در قتل او دو شهروند تاجیکستان متهم شدند که یکی شادی اسماعیلوف و دیگر عبدالصمد نام دارد که نام خانوادگیش تاکنون معلوم نشده است. جالب است که این قاتلان را نه پلیس بلکه پدر مهاجر کشته شده سفرخان دولتوف پیدا کرده است. وی در این باره چنین میگوید: پسرم دولتوف محمد فیاض 16 آگوست سال 1975 در شهر کلوب تولد شده است. از اول مکتب خوانش از صنف یکم در مکتب رقم 6 کلوب تا صنف 11 خوانده است. بعد از اون به دانشگاه ملی و شعبه شهرشناسی در اینجا و شعبه عربی تمام کرده است. 16 هم گویا شو ساعت‌های 10 تا رفیقش میآید به خونه‌ش مهمانی. یکی نامش شادی اسماعیلوف و دیگرش عبدالصمد. ای شادیش ای شهر کلوب کوچه کویبشوف. اوش عبدالصمدش ای نویه حمدانی ای سوخوزی تودیوف. امیو خونش مهمانی میان. امیو میشینن تا ساعت‌های 11:30. 11:30 میشینن میگه من امیو را گسل کنم. اویلش میگه که ایامی در ببرو بگر بیو نرا. اوش میگه که امو شادیش میگه که چی وجود نداره، میگه پاتینم سروکش کاموندگی میگه برای امو نبرو نرا که میخپند. او شادیش میگه که دکمیت ما تدا جواب میگم. تو همون تاکسی را میرون. همون تاکسی میشینن پسری ما دیگه نامعلوم. جنایت ثابت شدگی حاضر هم مقامات داخلدار از روی قضیه و همان شهروند انا کشته شدگی ما اوگه هستیم. بله شهروند بای کردگی حاضر انا
حتی اولین ایبدورها یعنی گمانبر شده ها هم دستگیر شدگی‌اند از روی همین کشتاری همین شهروند و همین روز تفتیشات ادامه دارد. ما خیلی که چقدری که مثلا در صلاحیت خودمان است ما کمک کردیم و مستفید آمده بود، در حقیقت آمده بود مراجعت کردگی بود، در حقیقت عریضش هست و مراجعت کرد، لیکن اون وقت درباره کشتارش خبر نبود و گفت که گم شده است، پسرش خیلی زده است. بانک ملی تاجیکستان دلیل اصلی کاهش نرخ دلار آمریکایی را افزایش عرضه آن در بازار ارز و کاهش صادرات ارز به خارج اعلام کرد. بانک ملی اطلاع داده که سازمان‌های بانکی همه منبع‌های ورود ارز خارجی به کشور از آن جمله صادرات و انتقال پولی شهروندان را برقرار کرده و همزمان کاربرد ارز خارجی در خرید و فروش کالاهای گران ارزش را محدود کرد که در نتیجه نیاز به دلار نقدی کم شد و تقاضا به سامانی افزایش یافت. بنابر اطلاع بانک ملی تاجیکستان همکنون هر یک دلار در صرافی‌ها 617 سامانی خریده و 619 سامانی فروخته می شود. در 4 روز اخیر نرخ 100 دلار ایالات متحده آمریکا در برابر سامانی تا 50 سامانی کاهش یافته است. نخست وزیران جمهوری‌های عضو اتحادیه کشورهای همسو در پایان نشستشان در قزاقستان برنامه اقدامات مشترک برای حل مسائل مهم اقتصادی و راهبرد امنیت حمل و نقل در ترابری بین المللی را امضا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این اسناد در چارچوب اجرای برنامه بین دولتی همکاری‌های نوآورانه کشورهای همسود تا سال 2020 امضا شدند. شورای نخست وزیران جمهوری‌های عضو اتحادیه کشورهای همسود قرار داد که نشست آینده آن 3 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شود. خبرهای کوتاه از رویدادهای کشور و منطقه. رئیس جمهور نورسولطان نظربایف با نخست وزیر روسیه دمیتری مدودیف پیشنهاد داده بزرگراهی را که در سرزمین قزاقستان از مرز چین تا مرز روسیه ساخته می شود تا شهر سنت پترزبورگ نیز برساند. رهبر قزاقستان گفته در اجرای این طرح راهسازی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان نیز می توانند همکاری کنند. در پی سفر رسمی اسلام کریموف به کره جنوبی، 60 قرارداد همکاری در زمینه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و دیگر رشته‌ها امضا شده که ارزش کلی آنها 8 میلیارد دلار رقم زده شده است. قرقیزستان سر از ماه ایون از تاجیکستان برق خواهد خرید. نرخ هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق را 3.5 سنت آمریکایی قرار دادند. امروز 50مین زادروز کارگردان بختیار خداینظرف است. نزدیکان و خویشاوندان و دوستان بختیار خداینظرف یاد کارگردان جوانمرگ را در شهر مسکو گرامی داشتند. در این شب یاد بود که در کاخ سینما برگزار شد، کارگردان الک سفرعلیف بختیار را یکی از بهترین کارگردانها نه تنها در میان هنرمندان تاجیک بلکه هم سینماگران نسل حاضر خواند. دولت خداینظرف درباره آغاز راه بختیار گفت وی تازه دبیرستان را ختم کرده بود و نزدم آمد و گفت آرزو دارد کارگردان شود. وی 2 سال دستیار من در تهیه فیلم‌های مستند بود. در این زمان او را جوانی با استعداد یافتم، از این رو یاریش رساندم تا دانشجوی دانشکده سینما شود. بختیار راهش را یافت و از برکت هنر و با کوشش خستگی ناپذیر کارگردان شد که در جهان میشناسندش. چنین بودند برخی از مهمترین خبرهای امروز. با ما باشد. خدا نگهدارتان باد.